فقط یه نفر جواب منو بده که توی 40-50 سال اخیر جمهوری اسلامی ایران چه دستاوردی داشته، ایران چه پیشرفتی کرده. هر جای دنیا که بریم فقط باید شرمنده باشیم و خجالت بکشیم از اینکه بگیم من ایرانیام. ایرانی بودن شده یه ننگ برای ما، چون کشور ما 40-50 سال داره درجا میزنه. کاش درجا میزنه، رو به عقب میره، هیچ دستاوردی نداره، هیچ چیز قابل دفاعی نداره. تو این ویدیو به هیچ عنوان قصد صحبت در مورد مسائل سیاسی، حکومت پهلوی، جمهوری اسلامی و غیره رو ندارم. فقط موضوع صحبت من یک چیزه: ایران و ایرانی. سالهاست که دشمنان ایران و ایرانی، نه جمهوری اسلامی، دشمنای ایران دارن تلاش میکنن که به توی ایرانی بگن تو هیچی نیستی، تو در 40-50 سال اخیر هیچ پیشرفتی نداشتی. سالهاست دارن تلاش میکنن که تمام پیشرفت‌ها، زحمات و دستاوردهایی که این ملت در 40-50 سال اخیر به دست آوردن رو نادیده بگیرن. رسانه‌های کثیفی مثل اینترنشنال و من و تو طراحی شدن برای اینکه زحمت‌های چند نسل از جوانان ایرانی، نوابغ ایرانی، پزشکان ایرانی، مهندسان ایرانی همه رو دارن زیر سوال میبرن. فقط چند تا از دستاوردهای جوانان با غیرت ایرانی در 40-50 سال اخیر رو بهت میگم تا دیگه کسی نتونه کلاه سرت بذاره. ایران در حال حاضر رتبه 4 در فناوری نانو در جهانه. ایران در زمینه سلول‌های بنیادی جزو 10 کشور اول جهانه. ایران در زمینه تولید علم در حوزه پزشکی رتبه اول غرب آسیاست. ایران در صنعت هوافضا جزو 10 کشور دارای پرتابگر ماهواره‌ایه. ایران از نظر سرعت رشد علمی رتبه اول در جهان رو داره. قبلا 30% پزشکان ایرانی وارداتی بودن از هند و پاکستان و بنگلادش و فیلیپین. الان نه تنها هیچ پزشک وارداتی نداریم، بلکه از 53 کشور دنیا برای درمان به ایران میان. 40-50 سال پیش فقط 7000 تا پزشک متخصص قلب داشتیم. الان 72000 پزشک متخصص قلب داریم. صنعت مترو در ایران طی 40 سال اخیر از رتبه آخر به رتبه 8 دنیا رسیده. بانک قرنیه ایران یکی از 5 بانک قرنیه برتر در کل دنیاست و ظرف 24 ساعت قرنیه مورد نظر بیمار آماده میشه. اگه بخوام بگم تا صبحم تموم نمیشه. فقط خواستم به کوری چشم دشمنان ایران بگم ما جوانان ایرانی اینجاییم و ایران رو داریم میسازیم. و خطاب به برخی از مردم خودمون هم باید بگیم: لطفاً خود تحقیر نباشید.